فکر میکنی با یه میکروفون ارزون هم میشه صدای حرفه‌ای ضبط کرد؟ امروز قراره اینو با هم ببینیم، امتحان کنیم. سلام، من بهنام هستم. توی این کانال قراره هر چیزی که به تولید محتوا، تکنولوژی، آموزش ادیت و تجربه های واقعی مربوط میشه رو با هم یاد بگیریم، بدون حاشیه و بدون تبلیغات الکی. حالا بریم ببینیم داخل جعبه این میکروفون دقیقاً چی منتظر ماست و آیا ارزش خرید داره یا نه. در جعبه رو که باز میکنیم، اولین چیزی که جلوی چشم ما هست دفترچه راهنما که تمام اطلاعات میکروفون رو داخلش نوشته. در خود میکروفونی که میبینید با یه روکش پلاستیکی که روش خط نیافته به دستتون میرسه. داخل جعبه دیگه هیچ چیزی دیگه وجود نداره به جز یه دونه کابل شارژ. متعلقاتش رو میذاریم کنار، میرسیم به خود میکروفون. مشکی براق که اثر انگاش رو به خودش میگیره که داخلش یه دونه دانگل گوشی، 2 میکروفون با کیفیت فوق‌العاده که داخل درب کیس اطلاعات میکروفون رو نوشته با مگنت بسیار قوی و فوق‌العاده برای کارهای حرفه‌ای، حتی ورزش کردن که امکان افتادن اصلا بهتون نمیده. مگنتی هم که داره فوق‌العاده قویه. بریم برای آسان شدن خون میکنیم. خود میکروفون وقتی که چراغ سبزش روشنه تمام صداها رو ضبط میکنه، حتی صدای خودت و صدای اطرافت، نویز رو فعال نمیکنه. وقتی چراغ آبی روشن میشه 50% نویز کنسلینگش فعال میشه و یه مدل دیگه‌ای هم که داره من خیلی دوستش دارم، تمام نویزهای اطراف رو حذف میکنه به کمک هوش مصنوعی AI. این فوق‌العاده است برای من. بعد روی خود میکروفون 2 دکمه است، یکی دکمه میوت، یکی دکمه پاور. روی دکمه پاور بزنید مودها رو عوض میکنه و روی میوت بزنید میکروفون رو فعال و غیر فعال میکنه. وقتی دکمه پاور رو روشن بخوای کنی یا خاموش بخوای کنی باید دکمه رو نگه داری که روشن خاموش بشه مثل گوشی. بعدش هم طول فاصله ای که ساپورت میکنه 80 متره و فوق‌العاده است. یعنی واسه این که چیز هست 80 متر فوق‌العاده است. عمر باتری 24 ساعت داره در طول روز و خود دانگل هم که داری میبینید خودش جای سوکت داره. مثلا میتونی گوشی رو بزنی به شارژ، اگه میخوای از هم میکروفون استفاده کنی و هم گوشی، میتونی به راحتی هم گوشی رو شارژ کنی هم دانگلو.